иваз шаванда ай. Барои чӣ мегӯянд ки дуо умри одама дароз мекунад, кори хайр сабаби о садақа ради бало ай мегӯянд. маънош ҳамин ай. ана балоҳое ки маълақа муқайяд ҳастанд дар ҳаёт, худои таоло ба воситаи ҳамё несту нобудш мекунад. حمد به حق آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما به شما داروهای طبیعی از الاختیار شده را از داروخانه شفافرما رو توصیه میکنیم. مثلا برای بزبله شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرای ژنسکی здоровья، روغن‌های تازه سیاه دانه، قیصل هندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه‌شدن، پروستات، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمایی رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. تقدیر مطلق عوض نمیشه، اما تقدیر معلق مقید عوض میشه. خب پریگراتگاهی گفتم که در اولیگه اما مقید معلقش همو های. اگه مثال عادیش یک جوان سفر دوره پیش پدر و مادر اومد، دعاشو نگرفت، گپای شیرین خطی گفت یا دعا بته، در حقش دعای خیر کردن، خیس رفت اواری در قلبی. این اواری تقدیر مطلق او را دیگه کده نمیشه، حتما او می اومد. اما همینجا در تقدیر مقیدش و یمحو الله و یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، همونجا خدای تعالی شرطا گذاشتگی های. همین بنده دعای پدرش میگیره، میرود در همون مقصد که صدمه دچار میشه و یکون دستکش میشکنه یا یکون پاش میشکنه، به همین خلاص مقصد که بلا نجات مییابه. گفتی که پای اروسا عدل ایتسل یاخ که ایست بگم. اما بامجا نوشتگی های دعای پدر و مادر را نمیگیره، قطعی پدر و مادر دعوا و جنجاله میبردوره، میره و او مطلق هید در همون اولی میغلطه، میزنه ستن مهرش میشکنه، عمرش کم و زیاد نمیشه. همون مقداری که خدای تعالی براش مطلق کرده است او را میبینه. نگینه در بیشتری بیماری خوار و زار محتاج دستنگر، عمر اگر خشک زرد زندگی خیزر کم است، ورنه نو خشک زرد نیمی نفس بسیار است. همون مقدار را میبینه، اما با عذاب کلفت بینمی خواری و ذلت میبینه. همین خاطر مقصد تقدیر مقید معلق عوض شونده های. برای چی میگن که دعا عمری آدم دراز میکنه، کاری خیر سببی و صدقه ردی بلا های میگن. معناش همین های. انا بلاهایی که معلق مقید هستند در حیات، خدای تعالی با واسطه همیو نست نابودش میکنه. کافی های. این بزرگی کلام الله های. بله کلام صفت خدا های. نعوذ بالله صفت خدا رو مخلوق گفته میشه. قرآن غیر مخلوق های. اگر غرض از قرآن همون کلام الله باشه او غیر مخلوق های. مخلوق چی های؟ مخلوق اونمو کاغذ های، مخلوق اونمو رنگ های، مخلوق اونمو حرف صوت های. فهمیدی؟ اما مقرو چیزی که قرائت میشه او نگی خود قرآن، اصلی قرآن، مضمون قرآن، معنای قرآن و کلام الله های. نعوذ بالله کسی اگر مخلوقش بگه همون که یک تعویل میکنن نباشه ای حکم به کفرش میکنن. این عالم کسی صفت خدای تعالی رو مخلوق که گفت نعوذ بالله از دایره الاسلام خارج میشه. نگی زمانی بود که متاسفانه همین کار همون مأمون رشید قریب که اجرا کرد. این مکتوب نوشت به تمام والی ها و تمام علما گفت امر کنه تمام علما را خطیبا را از بالای منبر براین مردم را بفرمایند که قرآن مخلوق است. باری اول وقتی کردن یک مقدار همو چاپلوسا و همو چی بگم سبزی پاکنا کردن دیگران. وقتی با خط رفت و پوچورا گفتن یک 20-25% گفتن دیگران نگفتن، این دفعه تاکید سخت‌تر شد. گفت اگر به شرط کسی نگفت مجازات شد، سخت مجازات کنید. حتی در روایت اومده است گفت که دست و پاشو بسته با پیش من روی کنی من خودم کاوشم میکنم. این بچه سیاست سخته بود. این جانمان قشری نیاز نشگری شواگی. همین وقتی که گفتم همه گفت و استثنای دو کس. یکیش امام احمد ابن حنبل
رحمه الله تعالی این همی شاگرد امام شافعی یکی از ائمه اهل سنت و الجماعه دیمش یک شاگرد همین شخصیت محمد ابن نح میگن همین دو نفر گفتن قرآن کلام الله های مخلوق شده نمیتونه بعد مکتوب کردن که همین خیلی گفت که بگیره استنتاق شده همین مجلس های رنگ انکویزیسیا میکرد که در اروپا اونم خیلی کردن علمای بسیار جمع کردن بحث دختن که خواستن در سر شده این کنن که ایورم مستحکم استودن رفت کردن که نه ما نمیگیم قرآن مخلوق های نعوذ بالله کلام خدا رو مخلوق گفتن نمیشه مأمون الرشید در شهر رقه بود است همین رقالی در سوریه اونجا یک لیتنی رزیدنسیا داشته است اونجا بود است گفتن که همین کسب کلا را گرفته است گفت که در دستاشون رو بنده شکمکی دبول شتر بور شکر سورشو نکنه تا شکمکی رنگ خلطه را بور میکنه کو بگیره بیوره پیش من بیوره در همو حیلی بردن محمد ابن نح مرد خدا رحمتش کنه عذاب بسیار عذاب اما چه دبول شتر زنده و کو شتر دام تا میشینی تکیده میره انا این احمد ابن حنبل به حد جانش در لبش اومدگی دو دیله شده است چیکار کنم بگم نگم سیاستی شما بسیار سخته کن و خودش قیصه میکنه میگه این طرف تشتیم که یک نفر اعرابی اومد همیتا پهلون دراز شد اکمان همیتا دبولوی شطور میگه از سر و سری باید سر کرده و گفت یا امام چشمی تمام مسلمان ها طرفی تای متوجه مشته در سرت بگی زینهار نگوی که همه را از اسلام خارج میکنن همه دهنی ترا نگاه دارن قدرت پروردگار شاید میگم یگون ملائکه بود به شکل صورت آدمی برای نمی تحکیم عقیده اومد ان شاء الله میگه گفتم اگر پورا کنن که دیگه نمیگم میگه کفر قدرت پروردگاری بزرگ ببینه که اوخی خداوند میگذاره که بندش این قضا بتن همین شهری رقه در رسیدن آوازه شد که مأمون الرشید مرد مأمون مرده شو ای همونجا با عبرت نگرفتن اووردنش به بغداد خیلی عذاب کشید مدت 15 سال ده خیلی استنتاقش کردن جبرش کردن زدنش گفتنش نگه همین جوان مرد وری ایستاد استقامت داشته است نه مردی خدا استقامت نمیداشت نامش در تاریخ میموند آخی حضرت چه مخلوق میگو بدبخت آخه او معتزلیه این معتزلی ها اهل عقلن عقل در کار شرع نابیناست عاقلی کاری با علی سیناست شریعت به عقل فهمیده نمیشه گفت چی بود مادام که خداوند یا را کتابت کرده است خداوند یا را خلق کرده است نعوذ بالله قرآن مقصد تورات انجیل پروردگار خلق کرده است مخلوق ایتا عقلش نمیگه که خداوند ذات شما نمیدونیم چه خیلی ما پروردگار را به صفاتش میشناسیم یکی از صفاتای پروردگار که لا یزال های اما کلام الله های کلام الله غیر مخلوق میشود اینطوری عقل فراست نبوده این بعضی فیلسوفا هستن که اینطوری چه بگم به معنی و همین اورشینای دنیوی چین میکردگی این خیلی جاهلی ده غلطی دارده و حضرت مولوی میگه که مقریه میخواند از روی کتاب ما حکم غورن زی چشمه بند ما یک قوری بچه قرآن خونده است اویای آخری سوره تبارکه قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین بگو به این مردم که اگر خدای نکرده پگه آب تو خشک شوه آب نیاوه کی برای شما را آب جاری پیدا میکنه میگه فلسفی منطقی مستهان میگذشت از پیش مکتب آن زمان همین وقت یک فلسفی از پیش مکتب میگذشت است چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آرم آب را ما با کلن که شنید آیت با یک تمسخر و استهزا هیچی گپ نگفت خش کشید با بل کلن میگیریم و سکواش اینا میکنیم آب میبروریم ما با زخمی بل تیزی ایتبر آب را آرم از پستی زبر در کجا آب ای پایو با بالا را میکشیم همطوری عقلا کمای یه نشید موتور میزنه میکشیم ای دریا میاریم ای سرت مونا دریات خشک شوه چکم میکنی هم دریا خشک شوه 3-4 سال نعوذ بالله خدا نگه بداره پای در پای خشک سالی شوه آبی دریا را خشک میشوه اگر باران با کوهستان نبارد با سال دجله گردد خشک روده
او باران ایده کیستان میباره که دریای دجله همیتا جوش زده میویا اگر که نبارید اویسته اویسته خاک میشه او میگه شب بخفت دید او یک شیرمرد زد تپانچه هر چشمش کور کرد اومد خواب کرد خونه شب در خوابش یک شیر خدا را دید ولی در بعضی شرق‌ها اومده است حضرت علی را در خوابش میبینه میگم یک شپلاقش زد اما خواب ده هر چشمش کور شد همین فیلسوفا گفت زنده چشمه شقی با تبر نور برارد صادقی بدبخت گفت اوه چیکار میکنی که همین ده چشم خود نور پیدا کرد روز برجست ده چشمش کور دید نوری فایز از ده چشمش ناپدید سحر خیز که حقیقتا چشمش کور شده است و حضرت میگه گربین اولیدی و مستغفر شدی نوری رفته از کرم ظاهر شدی اگر همیشه توبه میکرد به خدا رجوع میکرد خداوند به حد بزرگی که با همین را میبخشیده با همون چشمش روشن میکرد لیک استغفار هم در دست نیست نقل توبه مزد هر سرمست نیست اما خدای بزرگی را به هر کس نصیب نمیگردونه زشتی اعمال و شومی جحود راه توبه بر دل او بسته بود همین که گناه و جنایت کرده است که دل زنگار بسته است دیگه او توبه پذیر نیست تا که توبه نمیکنه انا معمولا متاسفانه این بسیار زیرک بود است زمانی بود که به حد زیرک بود به عقل بود همین عقل گرایش اویسته اویسته تکانش داد به سوی نمی فلسفه یونان به سوی نمی معتزلی ها همین عقل زیادی بعد نمیشه واقعی بعد همین کچکوی های زیاد این شریعت یا نعمت پروردگار ای که محروم شدی ای سرچشمه عقل گرو کشیدی عاقبت کارت با بزیر بشه نه باشه بسیار زیرک بودی ایام خطیب مقصد نمی قرآن نعوذ بالله مخلوق گفته این فتنه را در سر مسلمان میگم دیر عبادت